بچه من محمد هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. بچه امیدوارم که حالتون خیلی 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 خوب باشه و مثل همیشه سرحال باشید. بچه من همونطور که از تامنیل فهمیدید اکانتمو فروختم. اکانت خیلی عزیزم. بچه میدونم که شاخ نبود، زیاد شاخ نبود و چیزایی نداشت، ولی بازم بچه خیلی دوستش داشتم. الکی روش خرج کردم بچه ها، زیاد خرج کردم، ولی باکس های الکی میگرفتم و اینا. بچه ها من نمیدونم چرا قبلا اصلا این چیزا رو بلد نبودیم بچه ها. باکس های الکی میگرفت جم میزدیم. بچه ها دوباره میگم درسته که چیزایی با ارزش نداشت بچه ها، ولی خدا وکیلی 4 سال داشتمش بچه ها. بعد از بند شدن اکانت اصلیم که اولین بار تو فری فایر ساختمش، همون استور که لول نه بچه بعد دومی که لول 72 بود بچه واقعا اونو خیلی دوستش داشتم. بچه من یه اکانت اولم که ساختم تو فری فایر رو بچه بعدها براتون پیدا میکنم و براتون میذارم. ایمیلش هنوز دارم بچه، جیمیلش هنوز دارم، ولی ارور میده وقتی میرم توش. حالا براتون درستش میکنم و یا ویدیو یا اسکرین توی چنلم میذارم. بچه حرف دیگه نمیمونه. اگر از این ویدیو خوشت اومد منو لایک کنین، چنل منو سابسکرایب کنین. با این کار خیلی خیلی میتونین از من حمایت کنین. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بچه این دنس رو میزنیم. بچه این اکانت بنیه که دارید در تصویر پایین میبینین و زیاد شاخ نیست، ولی بچه همون بدون اکانت هم باشیم خیلی بده. بچه من پروفایلش نمیدونم بنی چه علاقه‌ای داره پروفایل اینجوری میذاره. بچه من فقط پروفایل ام باید اول اسمم باشه. اینم که دیگه تقریبا به شکل ام داره بودیم. و بچه فعلا که فرندی نداریم ما. بچه زیر 90 هم هستم به دلایلی و فکر کنم 89 تا فردا پس فردا میرمش بالا. و بچه برای اولین گیم پلی میخوایم بریم یه دست لون ولف بریم بچه. آره بریم لون بچه، یه دست لون ولف برای اولین گیم پلی استارت. البته من رنکاپا رو برای شما نذاشتم بچه، به زودی ویدیوهای بچه سیزن جدیدم ریست خورد و قراره براتون ویدیوهای رنکاپ خیلی خفن هم بذاریم. دیروز تا که 6 تا چیتر افتاده دهن ما رو سرویس کرده بچه. بعد از 6 تا باخت هنوز نتونه. بچه یکی افتاد حریفمون جامپ داشت بچه، به خدا ندیدی چجور میپرید. حیف اونجا ویدیو نذاشتم. بابا من تازه از خواب بیدار شدم، از صورتم دیگه باید معلوم باشه باگم هستم، یخم ندارم، الکی دارم آفشم میکنم، کاراکتر خوبی ندارم. اینجا حاجی به خدا من تازه بیدار شدم نمیتونم بازی کنم. بذارش بیا خط این نه فکر کردم خطی فایت میده بچه. اشکال نداره. نه بچه خودتونم دیگه دیدید من چجور سرمو بردم اینجوری رفتم تو صورتش بچه. دیگه بگیر خب بچه ما تیرامون رو میندازیم ببینیم با چند تا تیر میتونیم بزنیم. چون من تازه بیدار شدم زیاد ریسک نمی کنیم که بخوایم اینجا. وای بچه به خدا خیلی باگم. میبینم وای آره کمپریه. بچه به قرآن دارم قسم میخورم من اگه اینو نزدم اصلا دیگه من محمد نیستم بچه. اصلا تو کامنت ها بیاین بنویسید این نوب سگ. حله بچه حله بچه من اگه اینو نزدم تو کامنت ها بیاین بنویسید نوست. اسنایپر گرفتم برادر من، بیا بالا. وقتی میگم کمپر به تو میگم
ترسیدم. چه اسنایپ خفن میزنی؟ عنکبوتت هم خفن. بچه از توی یخ با هر چیزی بزنی با اسنایپ نمیتونی منو بزنی. بره از اینجا یه خط سلام وای 150 دیگه بخوری. نیت بازی 30 تا خوردی. اسنایپ بازی بچه اسکین اسنایپ درستی هم نداره بچه. شاید اکانت بچه من چرا اکانت نمیگیرم بچه؟ من 3 تا اکانت گرفتم به خدا بچه. هر 3 تاشون بعد یه ماه بند میشه. 2 مرحله میخورم، هر گویی با ایمیل میخورم بازم بند میشه بچه. از اون موقع دیگه از 4 ساله که من اکانت نمیگیرم و نخواهم گرفت. خودم خرج میکنم رو همین اکانت بچه من رو همین اکانت رو اکانت جوکر مال بنیامین خرج میکنم و میبرمش برای خودم. یه 200 تومن به بنیامین میدم و میبرمش برای خودم. خب چرا ورس میزنی؟ اما مرتی که فشاری انگاری نون ندادندش. عصبی میاد رو ما خالی میکنه. بعد وقت عقده ای منم آفت میکنم. یه فولاد درست بچه 2 تیر ولی فولاد خورد. نه بشین پاشو نداری. نه بشین پاشو چیه نه بشین پاشو نداری. حالا فشار بخور بچه ها. بشین پاشو نداریم. تو کامنت ها بنویس نداریم. تو کامنت ها بشین پاشو نداریم. حتما یاد بنویسید. نه بچه ها بنویسید دوست نداریم. دوستی معرفت نداریم ما بچه. بنویسید فشار دادی فشار میخوری. زدی ضربتی نوش کن. و اینو تو کامنت ها یادتون نره بچه. زدی ضربتی فشاری نوش کن. حالا اینو برای من هدیه بفرستیدین. جمله قشنگو برای من هدیه بفرستید. نه یه لحظه بیا من دیگه صحبت کنیم. بر پدرت لعنت. بر حمال این نمیدونم شیر چی؟ شبیه آفت کنم. عنکبوت میخوری؟ عنکبوت خوردم. بله عنکبوت میخورم. و حالا اینجا یه سورپرایز. سلام حالت چطوره؟ زندگی چطوره؟ روبرایی؟ استواری؟ چی میخوره این بازیکن؟ بچه من خواستم دیز بزنم ولی خودتونم دیدید زدم رو دیز نیومد دست. بچه به افتخار بچه نگاه کنید. از اسنایپ زیاد بگیریم. میخوام تیراش بشه 1000 تا. وای نشد بچه. تیراش خواستم بشه 1000 تا. بی خط سگ. بی بیرون. ماشالله مرد ایران. تو رو اسنایپ بزنم. باش اسنایپ دوست داری؟ پس بیا بیرون. آفتم کردم. ایشو 150. ایشو دیگه. نه اینجوری یه جواب منطقی نمیشه. برو خونتون.
بچه اینو میبینیم یه لحظه اینو باید چک کنیم. بچه ویدیو رو تا اینجا تمومش میکنیم. ممنونم که این ویدیو رو تماشا میکنین. به زودی با یه ویدیو جدید میام سراغتون. بچه منتظر این باشید که قراره این اکانت رو خیلی روش جم بزنیم، ولی بچه جم توپل نمیزنیم. بچه کم کم جما رو میزنیم و اکانتمون رو فول میکنیم. بچه ممنون میشم، دوباره میگم ممنون میشم لایک کنین، چنل منم سابسکرایب کنین. با این کار خیلی از من حمایت میکنین. فعلا خدافظ.